خطوگی را نمیدین. شما با این چی با آمدید؟ لیکن وای شرم نمیدارید. من حسابات داده ایستادم. آفرین باب کردی. جناب کفتارها در سرزمینی ما شکار میکنند حالان که سرابی کجاست؟ صف جمع میکنند. زازو سیمبا رو به خانه بر. پدر ممکن است من با تو روم؟ نه پسرم، تو با شیر بچه های دیگر میمونی. من شیر بچه نه. رفتیم؟ به خانه رفتن در کار. انا بیرو با شیر بچه های دیگر بازی کن. شیر بچه ها اگر کسی را کشتن خواهی همیشه از طرف شمال رو نزدیک شو. من شکار کردم میتوانم اما کشتم. قریب بود که گنبوسک تو را خورد. با نزد مادرت رو سیمبا. من به نگاه بینی تو وقت ندارم. نگاه بین؟ وقتش میآید من شاه میشوم. پدرم تمام قلمرو ملک خود را به من نشان داد. نه خود. تصور میکنی من شاه شده به تو فرمان میدهم. این به تو معقول میشود؟ حیرت آور است همین طور نه؟ باوریم نمی آید. یعنی پدرت سرتاسر ملک خود را نشان داد؟ منطقه تاریکی سرحدی شمالی را هم؟ نه، وای گفت که هیچگاه به آنجا رفتن من ممکن نیست. وای با این کاملا حق دارد. شاهزاده جوان در قبرستان فیلها چکار میکند؟ آنجا قبرستان فیلها؟ اوه من بیهوده لقیده ماندم، ولی تو دیر یا زود همش را میفهمیدی. آخر تو شاهی آینده ای. تو با آنجا رفته بودی؟ همه ما آنجا بودیم غیر از شیر بچه های بیعقل. آنجا استخوانهای پوسیده، لای و گلی سوزانی چسبان. استخوانهای پوسیده؟ لای چسبک؟ وعده ده که به آنجا نمی رویسیم به. شد اکنون به خانه رو. فقط در خاطر دار این تنها سیری من و توست. وارث تاج و تخت. نالا رفتیم با من. با کجا؟ با جای آبخوری. سیمبا باید دست روی میشید. تو هم باید دست رویت رو شویی. ولی مادر من خودم میتوانم. خبشین. تمام یالهای مرا ترک کردی. اکنون پشت گوشهایت. خیر شد مادر. دیدی همش تازه. اکنون رفتن ما ممکن. از کفتارها ترسیدن لازم نیست. تو آنها رو پیش کردی. فقط تا جای آبخوری و زود برمیگردید. از طرف شمال رو حرکت کنید. باز یک چیزی دیگر گوش کنید. زازو همراه شما می رود. زازو؟ زازو یا نمی روید؟ با پیش خفا نمانید، از هم دیگر دور نشوید، همراه قدم. اقرار شو. ما با کجا می رویم؟ تو چی خیلی فهمیدی؟ شرشره دلگیر کننده است. مایلش نالا میگویم یک جای بد واهمه. قبرستانی. بگو کجا می رویم؟ با قبرستانی فیلها. اوه آنجا دور است؟ آنقدر نه، در منطقه ظلمات. تو نترس، همه در آنجا بودن. ما تا حال اینقدر دور نرفته بودیم. رود و گم شویم. نترس نالا،